میخوای بدونی چی میشه که سکسکه میکنیم؟ پس بریم ببینیم. چارلز آسبورن در سال 1922 پس از آنکه یک خوک روی او افتاد دچار سکسکه شد. او تا 68 سال بعد درمان نشد و اکنون در کتاب رکوردهای گینس به عنوان دارنده رکورد طولانی‌ترین مدت سکسکه در جهان ثبت شده است. در همین حال جنیفر می، نوجوانی از فلوریدا، ممکن است رکورد بیشترین تعداد سکسکه را در اختیار داشته باشد. او در سال 2007 به مدت بیش از 4 هفته در هر دقیقه حدود 50 بار سکسکه می‌کرد. علت سکسکه چیست؟ پزشکان اشاره می‌کنند که بروز سکسکه معمولاً در پی عواملی است که باعث کشیده شدن معده می‌شوند، مانند بلیدن هوا یا خیلی سریع خوردن و نوشیدن. برخی دیگر سکسکه را با احساسات شدید یا واکنش بدن به آنها مرتبط می‌دانند، مانند خندیدن، گریه کردن، اضطراب و هیجان. بیایید نگاهی بیاندازیم به آنچه هنگام سکسکه رخ می‌دهد. سکسکه با یک انقباض غیر ارادی یا ناگهانی در دیافراگم آغاز می‌شود. عضله بزرگ و گنبدی شکل که در زیر ریه‌ها قرار دارد و ما برای دم یا وارد کردن هوا به شش‌ها از آن استفاده می‌کنیم. تقریباً بلافاصله پس از آن تارهای صوتی و شکاف میان آنها که به آن گلوتیس گفته می‌شود به طور ناگهانی بسته می‌شوند. حرکت دیافراگم باعث می‌شود که هوا به سرعت به درون کشیده شود. اما بسته شدن تارهای صوتی مانع از ورود هوا به نای و رسیدن آن به شش‌ها می‌شود. این فرآیند همچنین صدای مشخص هیک را ایجاد می‌کند. تا به امروز هیچ کارکرد مشخصی برای سکسکه شناخته نشده است. به نظر نمی‌رسد که سکسکه هیچ فایده پزشکی یا فیزیولوژیکی داشته باشد. چرا باید عمل دم را آغاز کنیم اما ناگهان مانع ورود واقعی هوا به درون شش‌ها شویم؟ ساختارهای کالبدی یا سازوکارهای فیزیولوژیکی که هدف مشخصی ندارند، چالشی برای زیستشناسان تکاملی به شمار می‌آیند. آیا چنین ساختارهای کارکرد پنهانی دارند که هنوز کشف نشده است، یا آنکه آنها بازمانده‌هایی از گذشته تکاملی ما هستند؟ عناصری که زمانی نقش مهمی داشتند اما امروزه تنها به صورت بقایایی بیکارکرد باقی مانده‌اند. یکی از نظریه‌ها این است که سکسکه میلیون‌ها سال پیش از ظهور انسان‌ها آغاز شده است. گمان می‌رود که ریه‌ها به عنوان ساختاری تکامل یافته‌اند تا به ماهی‌های اولیه که بسیاری از آنها در آب‌های گرم و راکد با اکسیژن کم زندگی می‌کردند، امکان دهند از اکسیژن فراوان موجود در هوای بالای سطح آب استفاده کنند. وقتی نوادگان این جانوران بعدها به خشکی آمدند، از تنفس با آبشش به تنفس هوایی با استفاده از ریه‌ها تغییر کردند. این فرآیند شبیه تغییرات بسیار سریعتری است که قورباغه‌های امروزی هنگام دگرگونی از نوزادان آبششدار به قورباغه‌های بالغ دارای ریه تجربه می‌کنند. این فرضیه پیشنهاد می‌کند که سکسکه بازمانده‌ای از گذار باستانی از زندگی در آب به خشکی است. دم یا فرو بردن هوا که می‌توانست آب را روی آبشش‌ها حرکت دهد و سپس بسته شدن سریع گلوتیس که مانع ورود آب به ریه‌ها می‌شود. این فرضیه با شواهدی پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد الگوی عصبی دخیل در ایجاد سکسکه تقریباً مشابه الگوی عصبی مسئول تنفس در دوزیستان است. گروه دیگری از دانشمندان معتقدند که این رفلکس همچنان در ما باقی مانده است، زیرا در واقع مزیت مهمی فراهم می‌کند. آنها اشاره می‌کنند که سکسکه واقعی فقط در پستانداران دیده می‌شود و در پرندگان، مارمولک‌ها، لاک‌پشت‌ها یا هر حیوان دیگری که فقط از طریق هوا تنفس می‌کند وجود ندارد. علاوه بر این، سکسکه در نوزادان انسانی مدت‌ها قبل از تولد ظاهر می‌شود و در نوزادان بسیار شایع‌تر از بزرگسالان است. توضیح آنها برای این موضوع به فعالیت منحصر به فرد پستانداران یعنی شیر خوردن مرتبط است. احتمالاً رفلکس باستانی سکسکه توسط پستانداران برای کمک به خارج کردن هوا از معده به عنوان نوعی آروغ پیشرفته سازگار شده است. انبساط ناگهانی دیافراگم باعث بالا آمدن هوا از معده می شود، در حالی که بسته شدن گلوتیس مانع ورود شیر به ریه‌ها می‌گردد. گاهی اوقات سکسکه مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند و ما به دنبال راهکارهای خانگی می‌رویم. نوشیدن پیوسته از یک لیوان آب سرد، حبس کردن نفس، خوردن مقدار کمی عسل یا کره بادام زمینی، تنفس درون یک کیسه کاغذی یا ترساندن ناگهانی. متاسفانه دانشمندان هنوز تایید نکردند که هیچ یک از این روش‌ها بهتر یا پایدارتر از دیگر روش‌ها عمل می‌کند. با این حال ما یک چیز را مطمئناً می‌دانیم که قطعاً مؤثر نیست.